سلام به شما هم استانی‌های عزیز. امروز میخوام تفاوت دستگاه کارتخوان بیسیم سیار شخصی با بانکی رو غالباً بانک‌ها دستگاه‌های کارتخوان بیسیم سیار رو حتما دیدید که یا مدل قدیمی میدن و یا ساده و دست دو هستن. بیشتر بانک‌ها در ازای واگذاری دستگاه‌های کارتخوان بیسیم مبلغ 1,500,000 تومان وجه نقد از شما دریافت میکنن و بدون هیچ سود سپرده‌ای در حساب شما بلوکه میکنن. بانک در صورتی که شما به دستگاه خسارت بزنید از شما خسارت میگیره و یا اگر شما اون دستگاه رو گم کنید از مبلغ بلوکه شده شما کسر میکنه. بانک ها در قبال واگذاری دستگاه ها مسئولن و با پایین اومدن تراکنش های شما به بهانه چکاپ دستگاه ها به شما تماس میگیرن و میگن اگر تراکنش هاتون پایین باشه ما مجبوریم دستگاه ها رو جمع آوری کنیم. شما با دریافت دستگاه های کارتخوان سیار شخصی چه ارزون و یا گرون مالک 100% اون دستگاه ها هستید و هیچ بانک و یا شرکتی نمیتونه برای تراکنش هاتون با شما تماس بگیره یا مزاحمتون بشه.